ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 35. شب در حضور دلاورشاه و غیرتشاه مجلسی بزم آراسته گردیده بود. دختری ملا چارتاری شغلان تار می نواخت و غزلخوانی می کرد. یک تاجیک دنبک زده اصول نغمه تار را نگاه می داشت و در نوبت خود با دختر هم آواز شده این هم غزل می خواند و نقش می گفت. بزم گرم شد. موی دلاویزی دختری شغلانه که در وقتی با ریخ نواختن تار بر رویش افتاده می لرزید، حسی حیوانی دلاورشاه را بیدار کرد و خواست که مدعای خود را با غزلخوانی و بدیه‌گویی به دختر پیشنهاد کند. دنبکی را به دست گرفت و با نغمه 4 تار جور کرده به بدیه‌گویی در آمد. دلاورشاه: آی دختر ملا 4 تاری، یاری ما میشی؟ دختر: نمشم. جانی ما میشی؟ نمشم. آنی ما میشی؟ نمشم. دلاورشاه: قند و عسل لبانی تو، شیر و شکر زبانی تو، غنچه گل دهانی تو، آی دختر ملا 4 تاری، یاری ما میشی؟ دختر: نمشم. جانی ما میشی؟ نمشم. آنی ما میشی؟ نمشم. دلاورشاه زاری کرده: سیبی صفحانت میدیم، لعل بدخشانت میدیم، هر چی خواهی آنت میدیم. آی دختری ملا 4 تاری، یاری ما میشی؟ نمشم. جانی ما میشی؟ نمشم. آنی ما میشی؟ نمشم. دلاورشاه قدری وضعیت جدی گرفته: من شاه دروازیم، امیر و میر و قاضیم، دلاورشاه غازیم. آی دختری ملا 4 تاری، یاری ما میشی؟ نمشم. جانی ما میشی؟ نمشم. آنی ما میشی؟ نمشم. دلاورشاه: حکمی روان از آن من، پیر و جوان از آن من، ملک جهان از آن من. آی دختری ملا 4 تاری، یاری ما میشی؟ نمشم. جانی ما میشی؟ نمشم. آنی ما میشی؟ نمشم. دلاورشاه از اینادکاری این دختر در غضب آمد و دنبک را به یک سو نهاده دست به قبضه شمشیر خود برده راست خیست. دختر هم تار را به زمین گذاشته دست به بغل خود زده به مقابل وی راست ایستاد. دلاورشاه: تیغ نقار میکشم، دشمن و دوست میکشم، شربتی وصل میچشم. آی دختری منها 4 تاری، یاری ما میشی؟ دختر: آزمای. جان ما میشی؟ آزمای. آن ما میشی؟ آزمای. دلاورشاه شمشیر را از غلاف کشیده خواست به دختر هجوم کند. دختر هم از بغل خود خنجری را برآورده خواست به طرف سینه وی حواله نماید. دلاور دست یازانده از قبضه خنجر گرفت و خواست که آن را از دست دختر در رباید. در همین وقت تیری ملتق 5 تیره با کمال دهشت به گوشخانه دلاورشاه آمده رسید که جا به جا به زمین افتاد. خانه را دودی سیاهی بدبویی فرا گرفت. چرا خاموش گردید. اهل بزم به هم برخورده ملتقها را به دست گرفته به طرف آمد تیر نگاه کرده دیدند که بام حولی را عسکران سرخ فرا گرفتند. تیر دیگری از طرف بام آمد، لیکن این خطا خورد. داخونده خودداری کن که گلنار تلف می شود. پس از برآمدن این آواز دیگر از طرف بام تیری نیامد و اسکران سرخ بیان که ملتق پرانند خود را از بام به درون حولی پرتافتن گرفتند. باسمچیان هم برای دستگیر شدن خود فرصت نداده با راه پنهانی که خود میدانستند
از تاریکی شب استفاده کرده گریختند. اما خزینه و اسباب‌های چندین ساله‌ای از تارات جمع کردهشان به دست عسکران سرخ ماند. عسکران سرخ هم از دنبال باسمچیان افتادند. باسمچیان مرده به ونج رسیدند و در آنجا آخرین بار طالع آزمایی کرده به عسکران سرخ مقابل ایستادند. اما در نتیجه یک جنگ سخت کسی بسیاری را، یکی از آنها غیرت شاه بود، به کشتن داده زنده ماندگانشان به افغانستان گذشتند. پس از آنجا ملتقای خود را به گردن انداخته آمده به حکومت تسلیم شدند و همین طور شده از درواز تا پامیر از باسمچیان پاک شد. فصل 32 مکتوب پرقیمت. حضرت ایلاز جناب جلالت مآب وزارت پناه نایب شرقی امیر بخارای شریف میربی دیوان بیگی لشکرباشی غازی صاحب دولتم سلمه الله. بعد از ادای دعا و سلام چنان رسانیده می شود که امیدگاه ها مهربانا این جانب آمده در آستان بوسی جناب عالی حضرت مشرف شده سلامتی جناب امیدگاهی هم را رسانیده تارتقی مرحمت نموده اشان را سپاریده جناب عالی حضرت هم را از هر وجه خرسند نموده در حق جناب امیدگاهی هم و در حق عسکران اسلام مجاهدان فی سبیل الله دعا گرفته دعا نمودم. امیدگاه ها پشت و پناه ها از وقت این غلام بریکاب بوسی حضرت مشرف شدن باز بعضی چیزهای خوش از هر طرف صادر شد. بنابراین قاسم تخصبه را دیرتر جواب دادیم مهربانا 5 دولت از غیرت دولت اسلام مثلا دولت جرمن، ایتالیا، امریکا، فرانسه، انگلیس 5 نفر اینها اتفاق نموده تخم بلشویکان را نابود کردن شده اعلان جنگ دادند. الحال چند عدد شهرهایی که در خط سابق ذکر شده بود از دست بلشویک دولت عثمانیه یعنی ترک ها و قره قازم پاشا که این هم از جماعه ترکیه می باشد گرفتند. خاک دولت عثمانیه در فرنگ بود یا در روس بود یا در جرمن بود. الحمدلله همه خلاص شد. عبدالکریم پادشاه غازی در ولایت عرب در ملک ریف و یمن اولا باسمچی شده الحمدلله به مرحمت الهی همین وقت 2 لک عسکر جنگجویی فی سبیل الله پیدا کرده. از هر وجه انجام توپ پولمیات اوق ایروپلان هم کمی ندارد که در بین اهل نصارا از کدام طرف دشمن پیدا شود تیار بوده به عنایت الهی همیشه ظفر جانب اسلام شده ایستاده است. مکه شریف را مدینه منوره را ابن سود گرفت. الحال در بین دولت های اسلامی اتفاق شد که در جمیع مسلمان ها 1 نفر خلیفه شدن در کار. خلیفه مذکور در مکه معظمه بودن در کار اتفاق کلی شد. انشاءالله سلطان عبدالمجید را خلیفه اسلامیه می سازند. مهربانا از خود شما گپ نمی ماند، باید که در هر عسکر باشی خط کرده عسکر را بسیار نموده دعای فقیر و فقرا را گرفته به دعای جان درازی حضرت مشغول باشید. انشاءالله انقریب است که به مراد دل واصل گردید. مهربانا از طرف بلشویک 1 نفر روس آمد که امیر بخارا را برده در تخت سلطنت خودشان می نشانیم. جناب حضرتم قبول نکردند. مرحمت نمودند که اول از ولایت براید بعده ما از دریا گذشته در ولایت کولاب استقامت نموده نایب خود دیوان بیگی را بایسون فرستاده خودمان حصار رفته از حصار دیوان بیگی را بخارا فرستاده خودمان بایسون می رویم. این نوع گفتگوزار شده استاده است. انشاءالله نزدیک است که کارها به اتمام رسد. امیدگاه ها 1 خط کرده سابق فرستاده بودم از برای خط وکالت باید که فوراً خط وکالت از جمیع عسکرباشی ها شود که مایان وکیلی خود گردانیدیم. میری بی دیوان بیگی را و نیز از خود شما 1 خط وکالت به نام این غلام شود. همون خط وکالتی از عسکرباشی ها در شما می شدگی و خط وکالت خود جنابشان را همراه دارند قاسم تخصبا فرستانید که این جانب در بالای گفتگوزار در کار می شود. البته بر وقت ازاد کردن در کار
عرض دیگر اینکه اسماعیل بیک دیوانبیگی را جناب عالی فرستادند همراه ملا کوری تخسبا انشاءالله از بالای بدخشان در شما انجام می رود. هر وقتا که در شما خط رفت نام ندارد، لیکن تخسبا دارد. دانید که وکیل جناب عالی می باشد. مهربانا در حاجی اسماعیل دیوانبیگی خط نشده باشد هم در جناب شما بسیار دوست دینی بوده است. این جانب در جناب شما یک خط کرده یک دوربین به این غلام داد. از بس که راه ها اندک مخاطره بود دوربین آن را نگاه داشته خطش را فرستادیم. باید که جناب شما یک خط کرده 2 جور علاچه خوب فرستانید. البته در حاجی اسماعیل بیک فرستاده می شود، دیگر در هیچ کس خط کردن در کار نه. از غیر این 2 جور علاچه 6 جور علاچه قراتاقی فرستانید. این غلام در جای در کاریش می دهم. مهر صاحب مکتوب ملا محمد نیاز بیک بی ایناقی کلان 1344. پس از به پایان رسیدن کار انور، سامی، فوزیل و شاه بچگان درواز، ابراهیم گلو خود را مستقل اعلان کرده با مشورت سید بیک تقای امیر 60,000 تنگه نقده بخاری و 2,000 سر گوسفند چاری، 300 سر اسب و 30 سر شتر داده ملا نیاز را وکیل و صادق پچوق را دیوانبیگی کرده به کابل به پیش امیر سابق بخارا فرستاده بود. این مکتوب را ملا نیازی مذکور پس از رفته رسیدنش به کابل به ابراهیم نوشته است. ابراهیم بیک از مضمون این مکتوب بسیار ممنون شد. خرسندی اول این بود که بلشویکان بی هیچ گونه جنگ و جوش مملکت را خالی کرده به امیرش می سپارند. خرسندی دیگر این بود که امیر پیش از خودش نایبش ابراهیم بیک را به بایسون و بخارا می فرستانم گفته وعده داده است. به این واسطه 60,000 تنگه نقده بخاری، 2,000 سر گوسفند چاری، 300 اسب و 30 سر شتر که با عرق جبین از وقیران تاجیک و لقه تاراج کرده به کابل فرستاده بود، یکی برده شده به کیسه‌اش می درآید. ابراهیم بیک به مضمون مکتوبی بالا که به شهر کردن هیچ حاجت ندارد حاشیه ها و علاوه ها بسته به همه قرباشیان اطراف نوشته فرستاد. به این واسطه باسمچیانی را که یک درجه به مایوسی افتاده در پی تسلیم شدن بودند به آمدی امیر و نیز شدن بلشویک امیدوار کرده دیگر باره به حرکت آورد. فایده نقده این مکتوب پرقیمت به ابراهیم بیک همین بود. مکتوب دیگری به نام ابراهیم بیک از طرف عمک امیر میر اکرم بن امیر مظفر آمد که این هم درباره بزودی نیز شدن بلشویکان مضمون مکتوب بالا را تأکید می کرد. میر اکرم در مکتوب خود پس از مژده رسانی ها در یک جا می نوشت: کوری شیر محمد، فوزیل مخدوم و برادرش به حال تباه در راه کابل خواب کردند. این فقره برای در میدان بازداشتن باسمچیانی که میخواستند به خاک افغانستان گذرند خیلی فایده‌مند شد. میر اکرم در یک جای مکتوب خود جمله برادرا به همه عملدار شدگان از جانب من مبارکبادی رسانند، انشاءالله مبارکبادی را از ملا نیاز خواهیم گرفت را نوشته طلبی را در میان آورده باشد. هم این طلبی وی با یک مبلغی که از باسمچیان عملدار شده به نام مبارکبادی عمک امیر خون داشته فرستاده شده بود ادا یافت و به همین طریقه این مکتوب نظر به مکتوب اول خیلی ارزان افتید. فصل 33 حکمنامه. مهربانا، یک جفت موزه، 200 دانه اوق موزیر، 50 دانه تیر نگن، 30 دانه تیر تپانچه 7 تیره ایتالیایی فرستاده هتان، 2 چانک انگریزی، 1 قطع قرص، 20 دانه کلوچه چالوار، 1 آینک، 3 دانه کلوچه چالوار خواستگی امیدگاه ها کلوچه چالوار را در عبدالرحمن پروانچی فرستانید. مهربانا، 1 عریضه شکرانه هم در کار. امید است که 100 دانه طلای 10 سومی در جناب عالی
100 دانه طلای 10 سومی تا آلوقی در خانه تا خرج رفتن این غلام فرستانید. از پول فرستادهتان چیزی نماند. در وقت این دعای گیلمند بسیار می باشد. امید است که آدم های رفتگی را بر وقت فرستانید. کلوچه، چالوار، کلهبارانناک موجود نشد. از پشاور تعیین کردم انشاءالله خودم میبرم. خداوند به مراد اصلی جنابشان و جمیع اهل مومن رساند. آمین. در وقت آمدن بنده مرزادات خواه نبودند، چیز هم نآورده بودیم. خودشان 3 حج کردگی 100 روپیه فرستاده 1 خط کنید. در اودایچه هم یگان مرحمت کرده فرستانید. در شیخ صاحب 1 خط چیزها رسیدن کنید. چیز فرستادن در کار نی. در حاجی میرزا خط کنید، اما چیز در کار نی. در پروانچه هم خط کنید، چیز در کار نی. غیر از 2 کس در دیگر کس چیز در کار نی. رازگی جناب عالی هم همین. اگر پول داشته باشید چقدر پول به این غلام فرستانید جای خرج آن را میدانم. تپانچه و اوق میبرم. السلام علیکم. مهر ملا محمد نیازبیک بی ایناقی کلام. وقتی که میرزا این مکتوب را تا نقش مهرش خوانده به پایان رسانید، ابراهیم بیگ با وی گفت: خط را اینجا مان. رفته محرم را گوی چلیم بیارد و خود پیشانش را با دست گرفته به اندیشه فرو رفت. یک جوانی تخمینا 17-18 ساله چلیم انداخته به پیش ابراهیم بیگ دوزانه نشسته نی چلیم را به دهان او داشت. ابراهیم بیگ چلیم را بالای هم 5-6 قلاب کشیده همه دودش را از دماغش برآورد و به محرمش که چلیم را گرفته از جایش برمیخواست. خالق تو سوارا گوی پیش من آید و دیگر کسی ندر آید. و خود باز پیشانهش را گرفته به اندیشه فرو رفت. باز چی بلا زد؟ کیفت پریده است. گویان خالق آمده به پیش ابراهیم نشست. 60,000 تنگه نقره سره بخاری، 2,000 گوسفند چاری، 300 اسب، 30 شتر. اینها به گفتن آسان، گفت ابراهیم و با دست خود به سینه خود اشارت کرده. این ابراهیم بود که اینقدر چیزها را از یک مملکتی خراب شده به دست در آورده فرستاده بود. همه اینها به کام نهنگ فرو رفت. این بس نیست که باز خانه سوخته ملا نیاز خط کرده 100 طلای 10 سومی به جناب عالی، 100 طلای 10 سومی برای خودش، 100 روپیه برای کدام یک 3 حج کرده فریبگر طلب می کند. گویا که من بچه باشم و مرا فریب می داده باشد. چند کس را یک نامبر کرده به اینها چیز در کار نی گفته خودش را به من دولت خواه نشان می دهد. باز در آخرش می گوید که رضای جناب عالی هم در همین است. هر قدر پول باشد به خودی من فرستادن گیرید. من راهی خرجش را می دانم. تیر و تفنگ می خرم گفته است. اما یک کلوچه چالواری کلهبارانناک را که من چند بار پرسیدم از پشاور آورانده دادن را وعده می کند. معلوم می شود که همه اینها نیتشان را گرداندند. بیشتر به مقابل هر پولی که فرستاده می شد تیر و تفنگ می آمد. اما حالا به بدل 60,000 تنگه نقده بخاری، 2,000 گوسفند چاری، 300 اسب و 30 شتر، چیزی که فرستادم به 500 تنگه نمی ارزد. تیو طلب گفتند به آنها دهی باز از فقرا میگیری. برای این کار اینقدر شوریدن در کار نیست. هیچ چیز را از میان خود نمیدهی مگر از یادت برآوردی در وقتایی که ما و تو دزدی و رازنی میکردیم هم گپ همین بود. از یک طرف میزدیم میخوردیم، از طرف دیگر به حاکم، قاضی و میرشب میدادیم. آنها هم یک قسم چیزهای از ما گرفتهشان را به امیر و به اهل رکابش میدادند. اکنون که خودی تو نایب جناب عالی شدی، لشکرباشی شدی، چرا چیز دادن سخت میرسد؟ از یاد نبرار که همه این منصبها را تو از دولت جناب عالی یافتی. اگر آنها طلب نکنن هم از خود دانسته داده ایستادن در کار است. گفت خالق حاضر مملکت آن مملکتی پیشتر نی. اکنون از این مملکت چیز یافتن بسی دشوار است. اولان که گویا در این مملکت چیزی نمانده همه را گرفتیم، خوردیم، به امیر و به آدمان او فرستادیم. به دست بایان و مالداران کلان چیز باشد هم ما به آنها دست رسانده نمی توانیم.
زیرا در مملکت حاضر تکیهگاه ما تنها همین آدم شوندگانند. همین هایند که ما را از چشم بلشویک پنهان می‌دارند. اگر به اینها هم دست درازی کنیم در کجا می‌ایستیم؟ دوم، از بازی که تاجیکستان یک جمهوریت اعلام کردند، ترتیب حکومتداری هاشان هم دیگر شد. بیشتر جدیدان همیشه به کلان شوندگان مملکت انعام و احسان کرده، امیدشان همیشه به طرف آنها بود. کلان شوندگان باشند فقرا را زیر دست خود کرده تا ممکن است به ما یاری میدادند و ما هم آسوده حکمرانی میکردیم. اکنون باشد حکومت همه امیدش را به طرف پای برهنگان مملکت باند. به آنها تخمی کیش داد، گاو داد، اسباب دهقانی داد و از آنها اطریادها ساخت که اکنون خودی فقیران مملکت در پای ما افتادند. به جایی که قدم مانیم، پیش از آن که جا گرم کنیم به حکومت خبر میرسانند و کسانی را که ما را راه دادن هم دستگیر میکنانند. میلدق برداشته پیشا پیشی از کران سرخ میدوند. حتی بیراخهاشان هم کلتکداران سرخ شده به ما هجوم میکنند. در این حال ما از کی و از کجا چیز جمع میکنیم؟ شکم خود را سیر کرده نتوانستن همون بس نیست که باز به جناب عالیت هم فرستانیم. علی مردان تخسبا آمد. اگر رخصت باشد درایم میگوید. گفته محرم سخن ابراهیم را برید. گوی درآید، گفت ابراهیم. علی مردان با چشمانی پرآب سلام داده به خانه در آمده، دویده رفته دو زانو نشسته دستان ابراهیم را بوسید و پس از آن پوشناکی به پایان خانه رفته به گوشه ای نشست. ها؟ چی گپ تخسبا؟ گفته ابراهیم حال پرسی کرد. پایلوچان قشلاق ما به حکومت معلومات چی شدند؟ چند روز باز من از دست آنها روی پنهان کرده می گشتم. دیروز اطرت آورده حولی مرا تله کناندند. پیش عبدالله دادخواه رفته این احوال را گفتم. زوری ما نمی رسد، به پیش میری توپچی باشی را گفت. اگر حال همین است زندگانی برای ما بسی مشکل شد. ما باید تسلیم شویم و یا به افغانستان گریزیم. ابراهیم به خالق نگاه کرده. به جناب عالی و ملا نیاز گویی آمده این کار را علاج کنند. و کاتب خود را جیغ زده. به عبدالله دادخواه خط نویس گفت. کاتب جزگیری خود را کشاده قلم و کاغذ را به دست گرفته در سر لوحه خط جمله‌ای عیناً امارت پناه عبدالله دادخواه را بوده می دارد که نوشته به ابراهیم نگاه کرده ایستاد. ابراهیم املا کرد. عیناً چند نفر حولی دارنده علی مردان تخسبا را معلومات داده تله کنانیده بودند. بنابراین به شما آگاهی داده می شود که به رسیدنی رقیمه همون معلومات چی ها را یافته اموال تخسبایی مذکور را گرفته داده خود آن معلومات چی ها را به جزای قتل رسانیده چگونگی را معلوم کنید. معقد است. باقی السلام علیکم. سنه هجری سال 1344. ابراهیم پس از تمام شدن خط خلطچه مهردان خود را که به درونش چند دانه مهری کلان خرد بود به پیش کاتب هوا داده. مهر کن. کاتب به خط مهر را پخش کرد. کدام مهر را پخش کردی؟ ابراهیم پرسید. کاتب خواند. ملا محمد ابراهیم بیگی دیوان بیگی توپچی باشی لشکر باشی بینی چقبای تخسبا. ابراهیم درست. گفته مهردان خود را گرفته به کیسه خود انداخت و علی مردان هم حکمنامه را گرفته برآمده رفت. فصل 34. پادشاهی بی پایتخت. در کوهستان باباتاغ در کمر کوه قرباشان باسمچی با مفتی اسکران خود جمع شده بودند. عبدالله بیگی دادخواه گفت. در این گونه زمان انقلاب شما را تصدیه داده به اینجا غنداشتن ما سبب دارد. ما از روی حکمنامه جناب توپچی باشی ابراهیم بیگ برای استانیدن اموال علی مردان تخسبا به جزا دادن معلومات چیان یک دسته جوانان را به قشلاق وی فرستاده بودیم. وقتی که اینها به قشلاق رسیده آتش میزنند
دسته از اتریدان فقرا و مردمی کلتکدار پیدا شده به اینها هجوم کردند. در جنگ کسی بسیاری از مردم قشلاق و 2 نفر از عسکرانمان کشته شدند. با وجود این عسکران ما چند اسب به دست درآورده خلاص شده آمدند. من این معنی را با امیر دیوانبیگی و لشکرباشی عرض کرده یکی از آن اسب‌های به غنیمت افتاده را تارتق نموده با همت علی تخسبا فرستاده بودم. از میر در جناب آن عریضه من یک خط آمد که به نام همه مایان است. گفته عبدالله دادخواه به خواندن خط در آمد. عیناً فضیلت پناهان، داعیان اسلام، مفتی اسکران و ملا عبدالقیوم صدور، امارت پناهان فداکاران عبدالله بیگ بی دادخواه و ملا احمد بی دادخواه و پهلمان دادخواه و حیدر قلی بی را بوده می دارد که به مرحمت یزدان و به شرف دولت اسلام از هر وجه سلامتی و خاطر جمعی بوده به دعاگویی مجاهدان اسلام شاغلیم. بعده اینکه فضیلت و امارت پناهانا چنانچه رقیمه فرستاده اتان همراه اسب ترلان و سیابتی دارنده همت علی تخسبا آمده رسید که مطالعه فرموده سلامتی و خیریت حالات را دانسته بسیار خرسند گردیده دعاها نمودیم. به خطی سلامتی کمک گفته افاده نموده بودید ما حاضر کمک فرستادنی بودیم که ماهی سفر مظفر داخل شده بعد از ماهی سفر موقوف مانده، بنابراین از شیرآباد این طرف بودگی اسکرباشی باشد امر نمودیم که در داخل ماهی سفر راه تلگراف را خراب می کنند. از این وجه شمایان را نیز آگاهی نموده بودیم، لحاظا سلامتی را رقم فرموده اطلاع داده می شود که تاجیک ازبک یک سین شده هر کاری که باشد به ثواب دید یکدیگر نموده بزبله بهادران را در یک بولک و دیگر کم غیرتان را یک بولک نموده شبانه به قشلاق‌ها رفته آذوقه را گرفته کسانی عطرت دادگی باشد و یا خویش و اقربای عطرت باشد گرفتگیری سخت نموده بعضی او را از روی وفق شرع شریف و یا از روی سیاست به جزای سخت رسانیده و نیز معلومات چی باشد یافته قتل فرمودن گیرید و نیز تأخیر نکرده راه تلگراف را خراب کردن گیرید. سیمی ما بین پوستخانه ها بتون نماند، جنگ قطعی دشمن صاف نمی شود. انشاءالله به خراب گردیدن راه تلگراف دشمن محو خواهد شد. عسکریگانی بیدیلتر را در یک جا استراحت فرموده بزبله های به غیرت را گرفته کارهای فرمودگی را چی مقدار سخت گیرید و نیز هر کدام شمایان شیر ترکیبی مردان صورت می باشد. رضای خداوندی شده 2 نفر داخل شده الحمدلله، دیگران سلامتند. توکل به ذات الهی نموده و صاحب شریعت و از عزیزان و از بزرگواران استعانت خواسته جبهه مردانگی را در رو گرفته زود راه تلگراف را خراب کرده آدمان نامشرور را جزا داده دعا حاصل کنید. اظهار مردانگی در این وقت معلوم می شود بنده از مادر آمدن باید مردن است. اکنون خدا خواهد وقتی وفد و نابودی دشمن آمدگی بسیارها بطاقتی نکنید که به اندک فرصت به شادکامی واسط شده چندان خرسندی ها را می بینید. نتیجه استراب دشمن این که ایروپلان بتون برهم خورده به طرف پایان جنگ دولتی رفتگی می باشد. اصلا کمدیلی نکنید. به همه شمایان حافظ حال خداوند باشد. هر هفته خدا خبرتان آمده ایستد. باقی السلام علیکم. سال 1344 هجری نبویه. مهر ملا محمد ابراهیم بیگ دیوان بیگی توپچی باشی بینی چقبای تخسبا. شما گفتار 35 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخوانده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاق.